سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. بازم MTV 85 است که با ویدیوهای جدید، با رسیپی های خوب و با توصیه های خوب پیشکش شما خوراک های جدید رو پیشنهاد میکنیم و علاقه شما پای بردید که اینجا ما چی پیشکش شما چی رو پیشنهاد میکنیم. آش پلاو، البته آش پلاوی که با کوکاکولا درست کرده می شود. شاید برای بعضی شما این جدید باشد که بار اول میشنوید که با کوکاکولا درست کرده می شود، با ارسی کالا هم درست کرده می شود. میریم با هم میبینیم خب چگونه درست کرده می شود. خوب، این محصولاتی آش است. ما شروع میکنیم از دنبه گوسفند 150 گرم تقریبا. دنبه گوسفند رو در اول سرخ میکنیم. شاید که بعضی ها این کار رو نکنن ولی من این کار رو کردم، خیلی نتیجه خوب داد. تقریبا 5 دقیقه سرخ میکنیم، یعنی تا همون زمانی که شاید که 2 دقیقه دوام میدهد یا 3 دقیقه دوام میدهد تا همون لذتی روغن های دنبه برآید. یعنی تقریبا 3 دانه پیاز های معمولی چیکار میکنیم؟ سرخ میکنیم، هم بوی اون دنبه رو میگیرد. خوب، 150 میلی گرم روغن. این روغن معمولی است، روغن از سیموچکه هست، یعنی از افتو پرست. و شما میتونید با روغن پنبه یعنی با روغن پخته هم درست کنید، خوشمزه تر میباید. خب ما در 2 ظرف درست میکنیم. الکه اول در اولش ما کمی زیادتر میکنیم، برای ضیافت چند نفر ضیافت میبریم، برای همین خاطر خوب در 2 ظرف باید کرد که بیشتر باشه. تقریبا 2.5 کیلو من نکشیدم ولی تقریبا همین حساب میکنم که 2.5 کیلو گوشت است. اینجا گوشت آمیخته است، گوشت گاو و گوسفند یک جای هست. خوب هم میزنیم. خوب، در دیگر ظرف کمی روغن گرفته ما 2 تقسیم میکنیم، یعنی زیربکش را. خب چند گوشت و پیاز و دیگر مسائل در اینجا هم باید تفتیم و آماده کنیم، همچنان که در بالا گفتم که ما در 2 ظرف آماده میکنیم. خوب، کمی سبزی رو سرخ میکنیم. ما تمام سبزی ها رو نمیریزیم، کمی سبزی میریزیم و در 2 ظرف چیکار میکنیم؟ تفت میدهیم، یعنی سرخ میکنیم. در ظرف دیگر هم کمی سبزی میریزیم، تقریبا 5 دقیقه سرخ میکنیم. خوب، با بسیاری شما معلوم است که یعنی زیربک را چگونه آماده کرده می شود. به هر صورت خوب چند دانه چسناک در هر دی ظرف ها، که چسناک هم خیلی خاصیت ها دارد، خیلی فایده دارد و در این آش پلاو هم لذتش رو تغییر می دهد و هم فایده های دیگر هم دارد. کمی آب، تقریبا 1 لیتر آب می ریزیم، 1 لیتری در هر دی ظرف ها. خوب، نمک 3 قاشق خوراکخوری نمک. برای چی 3 قاشق خوراکخوری؟ این تقریبا شاید که 3-4 لیتر باشد دیگی ما. و 3 قاشق این زیره هست، زیره کوفته شده، 1 قاشق خوراکخوری. و برای اون خاطر نمک بسیار میکنیم که از اونجا ما کوکاکولا میریزیم. کوکاکولا یعنی شیرین تر است، باید که هر دویش موافقت کند.
از 10 تا 20 دقیقه میجوشونیم. همچنان که بعضی شما میدونید و چگونه زیربک رو چقدر زیاد جوشونید لذت آش خوب میبیاد. تقریبا 2 کیلو برنج، این همون برنج هست که ما همیشه از این آش میکنیم و تمام کسانی که میخوان که چگونه با کدام برنج شما آش میکنید، یعنی همین برنج فاطمه نام دارد و به شما توصیه میشود. کمی گرمتر هست ولی خیلی چی میگوین کیفیت خوب، کوالیتی خوب دارد. خوب انا همین برنج تقریبا در مغازه های ترکی 12 13 تا 15 یورو می استد، 5 کیلو هش. خوب در آب خنک می شویم 2 مرتبه. خوب در اول 100 میلی گرم کوکاکولا در هر دی ظرف می ریزیم. ما همیشه در خانه با همین کوکاکولا درست میکنم. یعنی چی میگویند یگون میده یگون نتیجه خوب دادگی هست، خوشمزه هم هست، خوشخورم هست. هر کسی که از همین آشهایی که من کرده بودم میخورد میگوید که اصلا حرف ندارد. کسی که با همین کوکاکولا کردگی هست میداند. خب شما هم ایراد نگیرید، میتونید که قبلا یک بار درست کنید. اگر که مثلا ببینید چگونه که ما درست میکنیم، بعد اگر که مثلا بیزی اومد کنید که نه نمیشود، خب نتیجه میتید. خب ما برنجا رو میریزیم، بعد از شستن برنجا رو میریزیم. ما برنجا رو تر نمی کنیم در آب سرد تا که گذاریم زیاد استد بعد شوییم، این طور نه، فقط وقتی در حال می شوییم و میریزیم، چون که برنجای اینجا کمک اگر در آب زیاد استد چی میشوله می شود. خب تقریبا کوکاکولا میریزیم، باز شاید 200 میلی گرمی باشد. خب این همین قدر کوکاکولا باقی موند. خب یعنی نیم قاشقی از زیره کوفته شده، یعنی از زیره. درجه آتش رو بلند میکنیم، شما خود میدونید، تا خشک شدنش میجوشونیم. انا همین طور میکنیم تا که آبش چی شود، خشک شود. و آب ما کم اومد، یعنی باز کم دیگر 2 کفلیز دیگر آب اضافه کردیم. یعنی این برنج خیلی خوب است که آبکش است، یعنی چقدر آبم ریزی شله نمی شود، یعنی ملایم نمی شود. الکی آماده شد، این تمام شد. اسمش چی است؟ آبش خشک شد. ما شروع میکنیم به دم پرتافتن. اگر شما حرکت کنید که همون برنج را در بوخ پزید، همچنان که من پختم، یعنی آب کمتر بود، اگر همین طور پزید خیلی برنج های شما خوب میبیایند و آش شما هم خوشمزه تر میبیاید. خوب تمام دم میپرتویم. البته اینجا ما دم پرتوی ما کمی فرق دارد، انا هم این طور عاده میکنیم و آتش رو هم پست میکنیم، آتش رو هم کم میکنیم و درجه 1 یا درجه نیم، 5%، 0.5%، یعنی خیلی کم، فقط گرم میکنه. تمام. خوب از 20 تا 30 دقیقه دم میاندازیم. خوب دم ما هم تمام شد. بعد از 30 دقیقه میبینیم که چگونه آش آماده باشد. آها، خیلی خیلی عالی، آشی عالی آمادگی هست و به نهایت خوشمزه هم آمادگی هست. خب میبینیم چگونه اپتیت به نظر میرسد، یعنی اشتها آور، خیلی اشتها آور به نظر میرسد. خوب در ظرف میکشیم و میبینیم، ببینید چگونه هر دانه آش، یعنی
دانه دانه آمدگی هست. خیلی عالی جناب. امیدوارم دوستان عزیز این ویدیو برای شما پسند می آید. دستگیری را فراموش نکنید. دستگیری شما البته فقط پادپیسات هست و لایک گذاشتن، یعنی عضو شدن و لایک گذاشتن هست. خب برای پیشرفت کار ما خیلی کمک میکند. و ما این دیگه دوم را هم کندیم، میبینیم که اینم عالی به درجه عالی آمدگی هست. جای شما خالی که این آش خوشمزه را ما به تنهایی و با این دوستانمون نوش جان کردیم. ببینید دانه دانه آمدگی هست. خوب، من یک سنجیده برآمدم، یعنی خیلی عالی به درجه عالی آمدگی است. مثل همیشگی در آخر یک صلوات به پیغمبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما، به شما اشتیاق تام.